ich habe ihr Handy an der Sparkasse gefunden. Ich habe ihr Handy an der Sparkasse gefunden. An der Sparkasse? امروز اومدیم شهر دورتموند با بچه‌ها می‌خوایم یه 4-5 تا لوکیشن رو به شما نشون بدیم با سلام بچه علی. هلو. دیدم این روزا اسم دورتموند زیاد شنیده میشه به خاطر بازی که با رئال داره دیگه. گفتم بیام قشنگ 5-6 تا لوکیشن مشتی شهر دورتموند رو به شما نشون بدم تا پایان ویدیو همراه ما باشین. بزن بریم. جلال خاله جی. این چای حرف میزنه. Vermutlich vorwiegend Frauen und Diener. عجیبه. شهر عجیبیه. جا فعلا اومدیم مرکز شهر دورتموند. شما دوتا امروز آوردن به چه درد خوردین؟ ما ملت به چه درد میخورین الان؟ ما مردم رو جذب خودمون کردیم. فقط مفخورم. برف بزنید. خب عرضم به دوستان عزیز این شهر دورتموند خیلی قشنگه. ما با این تیپایی خفن کیرم بچه این شبیه کیه؟ اینه علی شبیه علی جان علی جان. این فیلم رو بفرستیم برای رفیقاتون خودش میفهمه دیگه. نه برای بدخواه خودش میفهمه. بچه ها داریم میریم پیش اولین لوکیشن. خواهیم بریم اونجا. بچه ها تصویر گادپوری رو انداختن این بالا. ایوال گادپوری بچم بالا. بچه ها داریم میریم اون بالا. بابا اینجا نمیدونیم اینجا کجاست. فقط اومدیم. اولین بار اینجا میاد نه؟ آره آره همینجا باید ثابت کنی خودت علی. علی نگم. بلند شو زشته. بلند شو برو بگیر اینجا. داریم میریم بالا بچه‌ها. بادی بیردا. بزن زنگو. 7 7 نمیره 6 آخر 6 7 قفله. بچه‌ها داریم میریم بالای دورتموند. خدای بچه‌ها دورتموند هم جای باحالیه. من دورتموند زیاد اومده بودم ولی جای دیگری زیاد نیومدم. بیشتر برای خرید اومده بودم تو مرکز شهرش. یه به عشق خودتون امروز دارم میرم جای دیدنیشون هم به شما نشون بدم. بزن که بریم. بچه اومدیم بالای دورتموند. اینجا رو که میبینی حالت بانهوفشه دیگه. پایینتر ریلای قطار. این سبک خونه هاشو. این دوتا نمیدارم اینا رو چرا بردن امروز. اینجا
اسم دورتموند رو سرچ کنین اولین جایی که میاری اینه. چرا انقدر که تو آلمان بارون میاد این سقف خونه ها رو دیگه داره چمن در میاد. بچه الان اون پایین بودیم اگه یادتون باشه. بچه این اولین لوکیشن دیگه آمدیم، همراه ما باشیم تا پایان ویدیو که 4-5 تا لوکیشن مشتی دیگر هم بریم. بچه از اینجا داریم میریم بیرون دیگه. اینم 8 طبقه است فکر کنم، خدای مشتیه. اون بالا هم که هست اونجا رستورانشه. ببخشید 6 طبقه است. اون طبقه هفتمه، اون طبقه ای که بالاش میری اون داستان بود 8. از اینجا بیفتی چی میشه؟ هیچی، یه بند دادم تا کنه ببینم اینجا بیفتی چیزی میشه. وضع خرابه بچه‌ها، وضع خرابه. یه سوال، چرا لباسا رو امروز شبیه پوشیدی؟ چرا خاصی می‌کنی؟ چرا لباس ما رو هم عادی تو از وقتی نبودی چی میگی؟ من نمیدونم، من زبان شما دو نفر نمیفهمم چی میگی. بچه‌ها داریم میریم اونجا. بچه‌ها لالا. بعد از اونجا میخوایم بریم استادیوم دورتموند. عجب پارکی آجی، چه سکوتی. این بچه هایی که پشت سر ما میبینی آخرین گروهی هستن که از داخل اون برج دارن میان. بعد الان ما میخواستیم بریم داخل، گفت ساعت 6 بسته میشه دیگه، الان کسی رو راه نمیده. شانس نداریم به خودم دیگه، الان نمیشه بریم داخل دیگه، از این بیرون بهتون نشون میدن. بچه اینجا ورودیش بود دیگه، اینم کارمنداشون الان دارن جمع میکنن برن. میخواستیم بریم اون بالا، عیب نداره حالا میریم سمت استادیومشون. علی خدایی بچه‌ها اونو میبینین؟ خودتون بفرستین برای رفیقتون، خودش میفهمه داستان چیه، بفرست براش. ولی پارک قشنگی داره، خدای پارکش خیلی خوشگله. بریم سمت استادیوم، بزن بریم. برای بچه داخل اوبانیم یا همون مترو، داریم سمت استادیوم میریم. زیاد حرف نمیزنم خسته نشین. الان میخواین چیکار دیگه؟ این دور و بر نگاه کنین، محیط نگاه کنین، عشق کنین دیگه. وقتی تازه 2 روز رفتی باشگاه، وقتی که تازه مکمل ما هم پول زدیم. بچه ها رسیدیم. آره خدایی سقف اینجا رو مثلا شبیه استادیوم کردن. بچه ها همکنون استادیوم کمه میبینین حالت سالونای داره خود استادیومه. بریم از اون سم ببینم. امروز هیچ کی هم نیست اینجا، روز تعطیلیه. اینا که این نقششه. بریم جایی چیزی گیر میاریم، نه برای 2 میدانی و اینا، پرش و این چیزا. برای دویش چیزا این داخل ورزشگاه است دیگه. اونجا که برای 2 میدانی و طور چیزاشم. اینم که میبینین. ولی به
نظر تو کی میزنه؟ دورتموند همیشه برنده است. دورتموند من که میگم رئال میزنه. حالا ببینید دورتموند یه دفعه زد. دورتموند اگه بزنه میام داخل شهر، چون واقعا جهنم میشه. یه طرفدار دیوانه‌ای دارن این دورتموندیا. بچه اینجا غرفه مرفاشه، فوتبال باشه. میبینید نیمکت‌ها اینجا میشینن آبجو میخورن اینا. اینم اون زمین کوچیکی دیگه شه، بذارتون نشون بدم. اینم اون زمین دیگه شه، نوجوانانشو تمرین میدن زمینشون چه. فقط تا چش کار میکنه بچه، آبجو آبجو آبجو. اینا اصلا نمیان فوتبال ببینن آلمانیا، میان فقط آبجو بخورن. جان اینم لوگوی دورتموند. خب برای برعکس الان اومدیم داخل این فروشگاهی که لباسای خود دورتموند رو میفروشن. بچه ها اینجا متعلق به خود تیم دورتموند ها. بچه ها یه یارویی بود مسئول همین ورود خروج، بعد رفتم باش صحبت کردم، گفتم ویدیو میخوام بگیرم برای یوتیوب دیگه. گذاشت بریم یه لحظه داخل، سریع جنگی چند تا تیکه فیلم بگیریم و بریم بیرون. ناموسن کیفیت صندلی‌ها رو ببینین، عشق کنین. توف تو این آب و هوای آلمان بشه. دوباره بارون گرفت. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. دمتون گرم بابت حمایتاتون. دیگه یه دو سه جای شهر دورتموند هم به شما نشون دادیم. اگه خوشتون اومد تو کامنت ها بگین که پارت 2 هم بذارم، جای بیشتر رو نشون بدم. دمتون بازم گرم. تا ویدیوی بعدی، بدرود بچه ها.